این بینایی با حشمت را سال 2007 برای مؤسسه تحصیلات میانه اساسی رقم 93 ساخته بودند. بینو در یکی از دهه‌های نزد سرحدی جامعه دهاتی 10 سالگی استقلالیت جایگیر است. کاری ساختمانی بینو تا سال 2010 با مرام ادامه کرد و با سبب‌های نامعلوم ساختمان باز ایستاد. بینوی مذکور دو آشیانه بوده دارای 20 صنفخانه میباشد. طبق اطلاع مسئولین تعلیمگاه بینا با خرج بیشتر از 14 میلیون سومانی ساخته شد. برای انجام دادن کارهای ساختمانی حالا مبلغ زیاد لازم است، میگویند آموزگاران. ساختمانی مکتب نو که سال 2007 گمانم شروع شد چرا ناتمام ماند؟ خب در باره ساختمان مؤسسه نو سخن کنیم. سال 2007 ساختمان مؤسسه آغاز یافت از طرف شرکت علومین ساختمان آغاز یافت. تا سال 2010 کار به نهایت نقض رفته ایستاده بود. تا سال 2010 مردم حرکت داشتن، استاها کار میکردن، همه شرایط ها نقض کار. ما فکر کردیم که مقصد نزدیک قطعی به انجام میرسد. سبب مقصد به انجام نرسیدن شد. راستی با من بسیار جا مراجعت کردم، حتی در نوارها گرفته بردم که بالا در برده سپردم، در تمام مقامات ها بردم مراجعت کردم، مکتوب در اساس مؤسسه مکتوب کردم که مقصد همین خیلی حالت ها در مؤسسه بین 10 سال شد، مقصد 10 سال شد بین زمین و آسمان معلق ماندگی است. یک کمک کنین، کمک خود دریغ ندارین، مقصد حرکت کنین، مؤسسه را راست کنیم و ساختمان مقصد مؤسسه را راست کنیم، طلبا به خواندن مشغول شوند. بله، اکنون نتیجهش وقتی که من مراجعت کردم با مقامات ها در اساس مکتوب مراجعت کردم، یگان تاش من نگفت که وای ساز نمیشه. فقط هم کجایی که مراجعت کردم مقصد مکتوب پیشنهاد کردم مکتوبا را، آنها گفتن که حتما وای مؤسسه ساختمان سر میشه، از ساختمان میبره، وای مؤسسه فعالیت میکنه. حتما در جواب چنین سوال افتاد. حتی با نزدیکی کتی هم مقصد در مجلس شورای نزد معارف شهر توسن‌زاده بررسی شد که 4 میلیون از طرف حکومت جدا شده است برای مکتب اساسی رقم 93. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه اساسی رقم 93 در مکتب خیلی کهنه که سالهای 50 و 60 قرن گذشته ساخته شده است تحصیل میگیرند. صنفخانه ها تنگ و تاریکند. با بالای این تعداد صنف ها کمند. سال از سال شماره خوانندگان بیشتر می شود. ما باید ساختمانی مکتب نو را به انجام رسانیم وگرنه شاگردان در چنین شرایط دانش کافی گرفته نمی توانند، میگویند آموزگاران تعلیمگاه. درباره شرایط مکتب گفتنی هستم که شرایط مؤسسه ما با امروزه طلبات جوابگو نیست. برای آنکه حتی من در اکثریت مقصد نظامنامه آیین‌نامه ها خوانده میگذرم، میگه مقدار صنفخانه ها کلان باید باشند که خواننده در حالت درس گذاشتن به تخته صنف نزدیک باید نباشد. لیکن بنابر سبب شرایط نبودن مؤسسه یا که صنفخانه ها میده بودن شد، البته خواننده ها به تخته صنف نزدیک میشینند. حاضر سالایی که 2010-2011 خواننده ها تحصیل میکردن شمارهشو به نهایت کم بودن، به 1000 صنفخانه ها میخوانیدن. حاضر از سال 2015 تا این جانب مقصد اهالی زیاد شد، با مردم از بالا ماجرا آمدن، بنابر سبب اهالی زیاد شدن دیگه گنجایش بسیار مشکل شده است. یک بینای مکتب شما کدام سال 53 است؟ ساختمان. در مورد ساختمان بینای کهنه چند سخن؟ خب بینایی که مقصد در نبار شما گرفتین سال 1953 از طرف کلخوز ساخته شده است. تا این جانب همچون مؤسسه فعالیت کرده ایستاده است، لیکن با طلبات حاضره جوابگو نیست. برای که خیلی خودتون هم رفته سینه نبار گرفتین و چشم دیدین و حالت صدموی در قرار گرفته است. طوری از صحبت با دیرکتوری تعلیمگاه رقم 93 عبدالوهاب غفورов معلوم شد اکثر نهادهای دخلدار وعده کردند که ساختمان بینای نوی مؤسسه را ادامه میدهند، ولی کی این کار عملی می شود کسی وعده عمیق و دقیق نکرده است.